سلام به همگی. تو یکی از مهمترین آبراهای دنیا یعنی تنگه هرمز اوضاع خیلی داغ شده. امروز می‌خوایم با هم ببینیم قضیه این موشکی که شلیک شده، ائتلاف بین‌المللی که یهو شکل گرفته و این جنگ روایت‌ها که راه افتاده چیه. خب قبل از اینکه بریم سراغ جزئیات، یه نکته خیلی مهم رو باید بگم. ببینید، اطلاعاتی که ما اینجا بررسی می‌کنیم از منابع خبری مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای اصطلاحاً اوپن سورس جمع‌آوری شده. یعنی ما تو کانال یوتیوبی نکسترا این گزارش‌ها رو کنار هم می‌ذاریم تا یه تصویر کاملتری از ماجرا به دست بیاریم. ولی این به معنی تایید 100% هیچ کدوم از این اتفاقات نیست. این رو حواستون باشه. خب داستان از کجا شروع میشه؟ از یه موشک و یه پیام خیلی واضح. ایران یه حرکت نظامی خیلی بزرگ انجام داد که هدفش این بود که به دنیا بگه ببینید من چقدر قدرتمندم. و این خب یه حرکت معمولی نبود اصلاً. صحبت از شلیک 2 موشک بالستیک به سمت یه هدف خیلی خیلی دوره. چقدر دور؟ 4000 کیلومتر. هدف کجا بود؟ پایگاه مشترک آمریکا و انگلیس تو دیگو گارسیا. این یعنی یه جهش فوق‌العاده بزرگ تو توانایی‌های موشکی که ایران تا حالا ادعا کرده بود. حالا اینجا داستان جالب میشه. ببینید تا قبل از این سیاست رسمی که اعلام شده بود این بود که برد موشک‌های ایران بیشتر از 2000 کیلومتر نباشه. یعنی یه جورایی خط قرمزی برای خودشون گذاشته بودن. ولی این شلیک ناگهانی نه تنها اون خط قرمز رو رد کرد، بلکه رسانه‌های داخل ایران حسابی براش جشن گرفتن و گفتن حالا دیگه میتونیم اروپا رو هم بزنیم. خب ادعای زدن یه هدف تو فاصله 4000 کیلومتر خیلی ادعای بزرگیه، درسته؟ سوال اصلی اینه، آیا واقعاً این موشک‌ها به هدف خوردن؟ خب اینجا روایت‌ها از هم جدا میشن. گزارش‌های منابع بین‌المللی یه تصویر کاملاً متفاوت نشون میدن. میگن که یکی از موشک‌ها اصلاً نرسیده و افتاده تو اقیانوس، اون یکی هم توسط سیستم‌های دفاع موشکی آمریکا تو هوا زده شده. پس نتیجه گیریشون اینه که هیچ کدوم به هدف نخوردن. ولی حالا چه این موشک‌ها خورده باشن به هدف، چه نخورده باشن، خود این حرکت واکنش‌های خیلی بزرگی را به دنبال داشت. یعنی یه اقدامی که قرار بود نمایش قدرت باشه، دقیقاً نتیجه عکس داد و باعث شد یه ائتلاف جهانی علیه ایران شکل بگیره. تو داخل ایران رسانه‌ها چی میگفتن؟ میگفتن ببینید چه پیروزی بزرگی، دنیا از قدرت ما ترسیده و آمریکا تک و تنها مونده. ولی خب تو دنیای واقعی و صحنه بین‌المللی ماجرا یه شکل دیگه‌ای داشت پیش میرفت. و اینجا بود که ورق کامل برگشت. یهو 22 کشور اعلام کردن که آمادن توی ائتلاف دریایی شرکت کنن. هدفشون چی بود؟ تضمین امنیت تنگه هرمز. و حواستون باشه، صحبت از چند تا کشور معمولی نیستا. داریم از قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی دنیا حرف میزنیم. کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، استرالیا، حتی امارات و کره جنوبی. همه تو این جبهه کنار هم وایستادن. خب این ما رو میرسونه به اصل مطلب، جنگ روایت‌ها. یه جنگ اطلاعاتی تمام عیار که توش ادعاها مثل اسلحه عمل میکنن و حقیقت خود میدون جنگه. مثلا خبرگزاری فارس ادعا کرد که 3 جنگنده دشمن رو زده. یه F-25، یه F-15 و یه F-16. از اون طرف رسانه‌های بین‌المللی گفتن اصلاً همچین چیزی نیست، هیچ مدرکی هم وجود نداره. حتی گفتن اون F-25 که شما میگید آره آسیب دیده ولی سالم نشسته زمین. جالبتر این که میگن برای ادعای زدن F-16 هم از همون عکس آسیب دیده F-25 استفاده کردن. این یعنی چی؟ یعنی کنترل کردن داستانی که مردم داخل کشور میشنون به اندازه خود جنگ مهمه. تا جایی که مثلا خبرگزاری تصنیم گزارش داد که 25 نفر رو به جرم پخش شایعه و فیلم گرفتن از خسارت‌ها دستگیر کردن. خب همزمان با این درگیری نظامی و جنگ اطلاعاتی یه اتفاق مهم اقتصادی هم افتاد که اون هم 2 روایت کاملا متضاد داره. یه خبر عجیب اومد، آمریکا تحریم‌های مربوط به نفت ایران که روی آب یعنی نفتکش‌هایی که از قبل حرکت کرده بودن رو موقتاً برداشته. خب سوال اصلی اینه که چرا آمریکا باید یه همچین کاری بکنه؟
و اینجاست که دوباره دو تا تفسیر کاملا مخالف هم رو می‌بینیم. تفسیر اول یا همون روایت پیروزی که رسانه‌های داخلی میگفتن این بود که ببینید فشار نظامی ما جواب داد و آمریکا مجبور شد تحریم‌ها رو برداره. میگفتند جنگ برای اقتصاد خوبه. اما یه تفسیر دیگه هم بود، روایت تله. تحلیلگرا میگفتن این یه استراتژی از طرف آمریکاست تا نفتکش‌هایی که تالا مخفی بودن بیان بیرون، شناسایی بشن و بعداً آمریکا بتونه راحت‌تر توقیفشون کنه. این وضعیت باعث شد بعضی تحلیلگرها به یه نتیجه‌گیری خیلی جسورانه برسن. یکیشون گفته بود جمهوری اسلامی سقوط کرده، فقط هنوز خودش خبر نداره. منظورش چی بود؟ منظورش این بود که ایران با این کارهاش کل دنیا رو علیه خودش متحد کرده و با دست خودش سرنوشتش رو مهر و مهر کرده. خب حالا سوال اینه که بعد از این چی میشه؟ آینده یکی از مهمترین آبراهای دنیا چی میشه؟ یه طرف یه ائتلاف 22 کشوری داریم، از طرف دیگه تهدیدها و ادعاهای مختلف و یه جنگ تمام عیار اطلاعاتی هم در جریانه. همه اینا باعث شده اوضاع به شدت غیرقابل پیش بینی باشه. چیزی که باید از این ماجرا یادمون بمونه اینه که تو این درگیری پروپاگاندا و اطلاعات دقیقاً به اندازه موشک و جنگنده سلاح محسوب میشن و بزرگترین چالش برای ما و شما اینه که بتونیم واقعیت رو از دل این همه ادعای ضد و نقیض پیدا کنیم.